برای بامیان بسیار جای درد است. امروز کسانی که سنگ حقوق مناطق مرکزی را به سینه می‌زنند و در حقیقت به جان ما کفن پوشیده و جان ما و دانش، ولی حقوق هزارها را بهانه می‌سازند. در زمان خودشان 1 مگاوات برق از برق آفتابی برای بامیان هدیه دادند. از این لین چیزی نیست. سولر است. شما برین ببینید سولر را آورده 1 کیلووات برقش 47 افغانی. شما در کابل برق چند میتین؟ 2 افغانی. 24 برابر قیمت کابل. در دایکندی چه رقم؟ مثل که برای یک خانواده بگو برق میتر. 1.5 کیلومتر سیم، 80 پای متر، 1 دیزل جنراتور. و او هم چون گفته بودجه نیست سالهای آینده. این آقایی که خودش خط گرفته بود خدا و میگفت من چوکی هزاره رو نگاه میکنم، اگه میگفت چرا حقش نمیکنم خود چوکی رو برشون نگاه کنم. کار کلانه که میگفت بکن وظیفه رئیس جمهوره، کار خورده که میگفت بکن که این که دست شأن من نیست، کار ما بینم پیدا نمیشه. 14 سال به این مسخرگی گذران، آب هم رفت. حالا میگه آبایی که رفته رو بر ما برگردن. مهار قضیه را گرفته یک چند تا افراطی. اگر به دل من می بود به مردم عزیز خود میگفتم که این شکوه و حضور شما قابل قدر، صبر کنین بگذارین که مذاکره شد. به این دوستا گفتم که مذاکره کنیم، اما نه، ما میریم و ارگ چپه میکنیم، ما میریم این میکنیم آن میکنیم. این دموکراسی که این نیست، ارگ چپه کردن نیست. اگر قرار بود که این ارگ را چپه میکنه آقایان، یک دفعه دم گذشته خودم خود نگاه بکنن، یک کم انصاف بکنن، دست خود سر دل خود بانن. در انتخابات ریاست جمهوری ما قدمی آقای رئیس جمهور رقیب بودیم. شما و خدا رقیب بودیم یا نبودیم؟ گپای سختی هم میگفتیم. پشتگیری که یک آدم در غشی میکنه، شما چی میگه؟ خد بغل خود میغلطونه، میگه من خد پشت خود نغلطیدم. در سمت شمال یک خبرگی یک چیز میگه که او رو باز سوی تعبیر نشه. شما چی میگه؟ گوشکری. اینال برادر گرامی ما آقای اشرف غنی رودقاق ببخشید لاغر است دیگه ما چی تعبیر نکردیم. اون میگه من نغلطیدم، خود جان لاغرم داره میگه نغلطیدم. خب بیا اینال مرتبه انشاءالله رقم مشانگردان که خوب کنیم تخت پشت انشاءالله به میز داریم که دیگه خوب فامیده شود. یک سال به جنجال انتخابات همین رقم تیر نشد. همین آقایانی که امروز میگه ما ارگ سرش چپه میکنیم، دنیا را سرش زار جور میکنیم و دروغ که هیچ چیزی هم نمیشه، برای که در دنیا درست تو تظاهرات کردید در فلان شهر لندن و کجا و کجا. تظاهرات از دموکراسی است، هر کس حرف خود حق داره بزنه، اما او به معنای جهنم شدن سر آقای اشرف غنی نیست. همین آقایون به چه القابی برای رئیس جمهور تراشیده بود؟ فقط رئیس جمهور راضی بود نبود، متفکر دوم جهان و نمیفهم چه چیزی لقبایی که کتاب‌ها را چاپ کردن. امی آقای رویش، امی آقای ذوالفقار امید، امی آقای سعادتی، امی آقای بزرگترشان، امینا چی میگفت برای تعریفات و تمجیدات رئیس جمهور؟ خوب برادر تو فتانه پس نلسید که تعریف کردن خانه تان آباد، خانه تعریف کردن رئیس جمهور شد. مردکه که دیر در خانه خود مانده و سریش سر آمده که خب سعی که توی محقق هست، سعی که دانش هست، سعی که اینا درگ میره. دیروز همه ایشون مصیبت گرفته که چرا فلانی ها درگ رفتن. تو 14 سال درگ رفتی، ما کی همه مصیبت گرفتیم؟ درگ رفتن گناه نیست، رئیس جمهور انتخاب کردن گناه نیست. اول شما انتخاب کردین، امی پیشترم عرض کردم. همینایی که دیروز شعار میداد که این رئیس جمهور مغز متفکر جهان است،
امروز از همه موجودات که دیره پستر میگن. دلیلش چیست؟ دلیلش اینمیسته که برادر در حضرت جیبشان چیزی نرسیده. و بزرگ ما را که احترام دارم بهش میگم که برادر موی سفیدم شده، مریضم هستی، خراب برو تداویت بکن، دانش بیچاره را بان که کار خود بکنه. اول خودت آورده برادر، اول خودت آورده که محقق معاون رئیس جمهور نشه همیشه و خود ما قبول کردیم، رفیق ماست، رفیق 34 ساله ماست، همه ما یک جای هستیم. حالی حوصله‌اش تنگ شده رئیس سعی میکنه که سعی کنه موترها را سعی کنه، کشفش سعی کنه. این کارو نکنه دیگه. توقع ما از او ایسته. منم میگه که خود چرا ادعا کرد که اگر توتاب از امی را نگذره، چرا گفت خط قرمز است، چرا گفت که من همکاری خود با حکومت پایان میبرم. اگر بعد از مناطق مرکزی عبور داده نشود و یه تبعیض آشکار بر ضد یک ملت که رئیس جمهور و حکومت و اینا بر ضد یک ملتش اقدام کنند، باز وقت است که اینمی با نقطه پایان همکاری ما خواهد بود. من میگم که من نگفتم که خط قرمز همین است. ما در دموکراسی خط قرمز نداریم اصلا. یا همه چیز یا هیچ چیز. این کار افراطیت است. کار طالب و داعش و اینا است که یا میگیم حکومت میگیریم چپه میکنیم یا اینکه همه ما کشته میشیم. ما این شعار نمیدیم. خط قرمز نداریم. خط قرمز غلط است. ما گفته بودیم که حق مردم میخواهیم و همکاری ها را که پایان دادن هم همین بود که بعد از اون ما یک شنگ کار حکومت رست نمیکردیم. دل ما پیش نمیشد که حمایتش کنیم. اما معنایش نبود که محقق و دانش از حکومت خارج شود، وزیرها از حکومت خارج شود. و برادری چوکی‌ها را که برای ما کس خیرات نداده که ما از او خارج شویم. مردم 2 میلیون رای برای ما دادن، بین انتخابات میکنیم بین رفراندوم میکنیم. یه بعضی شده این فکرم هستم که شاید که ما اینی که برآمد باز ما اگرای ما باز شود. میگم مردکه اچم جای شما رسمی هست نیستم مزارم خربزدره که خوردم باز پچاقش چیز میمانه نصفش او را به دندان میزدن. کسی صدا کرده او آدم گفته کلان آدم پچاق خربزدر دندان میزنه پرتم اون طرف. گفتم من پرتم که تو بگیری. گفته رقم که هست بیا تقسیم کنه دیگه. بعضیش یعنی رقم است. از حکومت که برآمدیم باز دیگرها و زمان حال افراطی شده هرچی پیر شده رفت باز آدم کمی فکرش خراب شده میره. او زمان و عاقلانه فکر میکردن به اصطلاح. من از حکومت برآمدم. امروز مرا کسی گفت که بچه در تظاهرات شرکت نمیکنیم امروز. من گفتم برادر هزاره در هر دوره یک رهبر خردمند باید داشته باشه. سابق من شورشی بود و فلانی رهبر خردمند بود، حالا او شورشی شده من رهبر خردمند بشه.